سلام دوستان عزیز، من محمد جعفر قربانزاده هستم و اینجا کانال اسکالرشیپ پلاس هست، جایی که درباره فرصت‌های مهاجرتی، تحصیلی و کاری با شما صحبت می‌کنم. اما این روزها دو خبر داغ داریم. اول اینکه پایگاه بگرام در افغانستان که دوباره سر زبون‌ها افتاده و احتمال بازگشت آمریکا به افغانستان و به طور خاص پایگاه هوایی بگرام که در صورت قبول نکرده طالبان شاید امکان جنگ باشه. و خبر دوم هم شروع ثبت نام لاتری گرین کارت آمریکای 2027 که فقط چند روز دیگه آغاز میشه، اما با یک سری تغییرات. امروز میخوام در مورد این دو موضوع صحبت کنیم و ببینیم که چه تأثیری روی آینده کشور به طور خاص و همچنین در سطح بین‌الملل داره. خب احتمال بازگشت دوباره آمریکا به پایگاه بگرام خبرساز شده. گزارش ها میگن که ایالات متحده آمریکا به خاطر رقابت شدید با چین و حضور اقتصادی پکن در منطقه دوباره به فکر ایجاد یک پایگاه استراتژیک در افغانستان افتاد. خب همونطور که میدونید افغانستان با موقعیت جغرافی مهمش بین آسیای مرکزی، چین و ایران برای آمریکا نقشه طلاییه و حضور دوباره آمریکا میتونه فرصت‌های اقتصادی ایجاد کنه و همزمان چالش‌های امنیتی هم ایجاد کنه. این رقابت روی کشورهایی مثل ایران، پاکستان و آسیای میانه هم تاثیر داره و ممکنه آینده منطقه رو کلاً دگرگون کنه. اما وقتی بحث آینده سیاسی و امنیتی افغانستان داغ میشه، خب طبیعی است که خیلی از جوان‌ها به فکر مهاجرت قانونی و ساختن آینده امن‌تر باشن. یکی از بزرگترین شانس‌ها لاتری گرین کارت آمریکا هست که شروع ثبت نام گرین کارت آمریکا چهارشنبه 2 اکتبر 2025 هست، همزمان با در میزان 1404 و پایان ثبت نام هم سه‌شنبه 5 نوامبر 2025 هست. و اینکه امسال برای اولین بار یک هزینه $1 برای ثبت نام در نظر گرفته شده تا از ثبت نام‌های تقلبی جلوگیری بشه. اما چیزهای مهمی که باید آماده داشته باشید، خب عکس استاندارد پاسپورت هست، مدرک تحصیلی حداقل باید دیپلم باشه و اطلاعات دقیق پاسپورت. خب اگر شما قصد دارید که برای لاتری ثبت نام کنین، همین الان باید مدارکتون رو آماده کنین تا برای شروع ثبت نام سریع اقدام کنید. و اگر میخواید که تیم ما مدارک شما رو بررسی و آماده کنه، میتونید همین الان مدارکتون رو برای ما ارسال کنید و تمام مراحل ثبت نام رو برای شما انجام بدید. خب اگر تا اینجا فکر کنید که این اطلاعات مفید بوده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال اسکالرشیپ پلاس رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی مخصوصاً آموزش کامل ثبت نام لاتری رو از دست ندید. لاتری گرین کارت یکی از مطمئن‌ترین و کم هزینه‌ترین راه‌های مهاجرت هستش که فقط با $1 و مدارک درست میتونید شانس گرفتن گرین کارت و زندگی در آمریکا رو داشته باشید. پس منتظر نمونید، همین امروز مدارکتون رو آماده کنید. خلاص اینکه خبر پایگاه بگرام نشون میده که افغانستان همچنان نقطه کلیدی در سیاست جهانیه و اینکه لاتری گرین کارت آمریکای 2027 فرصت طلایی برای کسانی است که میخوان آینده خودشون و خانواده‌شون رو در یک کشور امن بسازن. اگر میخواید همه مراحل رو مطمئن و بدون دردسر انجام بدید، مدارکتون رو همین الان برای ما بفرستید تا آماده سازی رو انجام بدید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه. یادتون نره کانال اسکالرشیپ پلاس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی موفق و صبورانه باشید.